یک بانو بود که خدا بالایش اعتماد کرد. نه یک فرد، نه یک گروه، نه یک سرزمین، بلکه خود خدا. بعضی ها به دنبال این هستند که مردم بالایشان اعتماد کنه، حرفشان خریدار داشته باشه و برایشان گفته شود که به تو اعتماد کامل دارم. اما ام المؤمنین حضرت حفصه با تقوا و عبادتی که داشت خدا بالایش اعتماد کرد. او نه تنها دختر حضرت عمر فاروق، نه تنها همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم، نه تنها مادر مؤمنان شد حافظ صفحات قرآن. زمانی که پیام الهی از حافظه ها به صفحات منتقل شد، خانه حضرت حفصه شد دژ امانت الهی. او تنها حافظ کلمات خدا نبود، حافظ اعتماد خداوند بود و هر که حافظ اعتماد خدا شود، نه تنها نامش در صفحات تاریخ بلکه در قلب مؤمنان حک میشه. میخواهی مثل حضرت حفصه باشی؟ اول باید به خود اعتماد کنی و قدم بگذاری در راه خدا. همین مسیر میتونه زندگیت تغییر بده.